آی ولنگ ولنگ وای ولنگ آی امان ناز دلبر بلبل مسیار یارا خدا بیامد. السلام علیکم. منده نباش بلو خوبی؟ شتنم جان جانت یار هستیم خیلیته جان تو جور اشته دیر آمدی با بخچه دیگه سر بیلی شدیم شما. من میرم یک جای کمی کار دارم خب برو به سرا دگان سک و ساعت هم فکر کنم 12 خوردیه 12 و 10 دقیقه برو به سرا گلک جو سک و بخونه چی بار کردم ورد روش خو بگی که چپنه کنی به تعارف برو به کارگرا سر زمین که تلفا کار میکنم دل مجم باشه که کار میکنی برو دیگه وقت داری نستکک متوجه باش که به در نرز گلک جو بریم بخیر به در نرز پیش با فقط وردار بیار سر زمین که کارگرا اکثر کار میکنم با پشولی که نون خلاص شد چای هم برینو بیاری برو دیگه پس چای هم بیارم دیگه من باسم برم با بالا کار دارم سعی کو گله تایقا چه بگدشتم هم دم باق بفهمیدی چنگ علافی هم دره کنی خوبه بچه‌ها همون فرغونار که جا کردیم بیایم بشینیم که اول نون هم میاره چه کار است که بیلا 10 دقیقه یک تیر شده تا حالی نون از اینا درک نداره ما کشته شدیم اگوشنگی همی جبار ایستاده همی بخور کو بابا لقمه نونی بیار دگاله ما که کارگر شدیم به بلا کو نفتاده تو سیکو از که که من میگه شیشتیم اگوشنگی باور کو دیگه توان نمیکشه که من خبر خزم لیلی 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 خیلی مایم لیلی آنه نای کرده بیامو بی وفا و ما نداری میلی ما که اگوشنگی کشته شدیم از کدو صبح کاکو بله میگو آخه ما اینجا که بوم مردیم از گوشنگی آخه همین کارگرها بیچاره دیگه کار کردن نمیتونه چی آوردی؟ آنه ایجا چای سفسه کوکی نونا تو آنه دیگه همین نونه به می تریکی گوشنگی نمیبینی آنه هم نون اینار نمیگو دیگه چی نوردی بغیر از این چای نو نون چی؟ دیگه چیزی نیه بغیر از چای نون زن مام عبدالجبار میت تخت خو بودم که اصلا از دنیا آگاه نبودم انا محل چه این ری کردم گفتم برو بگو خاله شهر بیدار نمیشین نون تیار کنیم خو بود اگه اینا دیگه ترمو چای داشت تک دشمله هم وردشتم من انا چه ده دیگه انا دشمله نون هم هسته میگو تو چای صبح با ما آوردی یا نون چاشت آوردی ساعت 1 خوردی مایه بس آخه این مردم از صبح جگر نکندی ای کار میکنن برای شما تو برخیدی نون چای بیاوردی که چه کار کنو خب میفهم لالا نیلی لامال شاید 10 دقیقه 5 دقیقه 20 دقیقه به دیو مونده باشه برار شما درسته که مزدور عالیم مثلا اینجا زمین خاک میریزیم پر میکنیم اما برار گل من مزدور در خونه پیش ماما جبار بیچاره من ری که گفت بروش که حتی به من توضیح داد گفت بدر نرزم پیش شما غذا که خراب میشه رنگ نایوز میشه خودی خوکا گتیشه خب زن ماما جبار خوب بود دیگه من چی میفهم که او خوب سرشوم داره راست میگه دروغ نمیگه خب ببینی خب گیل لگو که خوب بودک نمیشد کور بیدار میکردی میگفتی نوکرا شما اونجا 4 نفر آدم کار میکنه نمیتونستی امیر بزو بگی چایار بردی سی بیا وردی بزی مسلمانال چی بگم آخه لالا نیل برار گل من همه اعمال از به عقل خو به سند خو اعمال از شما بیشتر عقل کمال داره و کلانتره یا تو صدا نکردی خاله وقت نون بدیم چی گو گفته که چیز کرد من خو دارم اصلا جواب نده میگم اگر ازم سر صبح بیل با دست تو بدیم تو با نمازشم یا تو نمازگر که اکثره بیل زنی به نون چای کار میکنی خب حالا من چیکار کنم بچم همین تخوف شده که خدای پاک دعا میکنه که دیگه سر بالا نکنه ایمیل شیطانی میکنه خب برای شیطانی کنه راست میگم حالا بعد که من به جبار زنگ زنم بگم کارگراتو به نون چای آوردم بزو
گیپک چه میگون گیپک نمان تو بخه استاده شو بیا برو با ماما جبار دیدی بگو ماما جبار نیلیلا زن شما نفری میکنه بده بگو نفری خون چک کن بده وش کو سگ نگیره تو نیلا بخی چی بگیرم بخی ما از این نونا شما هم تیریم اصلا امروز ما میتابم شما گوشنا کار میکنیم دیگه به سر کار شما که روز 1 لک روپیه جبار بده اصلا بابا ما مزدوریم بابا بخی اگه تو مزدور بدونی بیدار میکنی که یک لقمه نونی که عادی تیار میکنی فقط میگی بخی برو به سرای اینو ما نمای ما همین نون اصلا نمای بیاین بچه بشینیم بیاین کار نکنیم بیاین گل شما تازه شما نمایم ببره چیزی کم دو بجا مای بچه تو حالا وقت یک پیاله چای وردشتی بیاوردی که زن استاد ما خلیفی ما خواه سر من نگذار اصلا ما دیگه یک بیل به تامی زمین نمیزنی میرم برای کار خو میری چی رقم زندگیه بریم بچه بریم بچه بلا فرقونه را میجگاه پرتو کنیم هر کدوم شما بریم به خونه خونون خور بخونیم دیگه نه این به سر کار ازی این رو 300 روپیه به ما ماش میده ما میگه بلکه یک لقمه نونی بیاره که شکم واسیرسه اصلا انسه گونین چای با ما وردشته آورده برای به خونه خوریم دیگه با کار از این ما کار نمیکنیم جاشو نور جال ما میرن دیگه خلاص الهی بده بره دستت فقان دارم با کجا میدی تو؟ بله این بیا نمان جو بله با کجا میدی؟ با کجا بدم برای تو با مزدوران نون بردم نون چای بردم من اینجا نولیلا قالمقال که تگوره در تو اینجا ما نوکر شما نه چرا با ما نون چای آوردی ما اصلا مونده الان خب واقعی بر اینجا داخل تیار کرده تو چری با مزدوران نون چای میبری؟ خدا به خیر خوشی قناقه بگیره مدرتون این غیخ کشی صدا که خاله وقت مخواه بیدار شیم نون بدیم به مزدورا هیچی نبود ما کجا میدیدیم که چیه اینا رو وردشتیم بیاوردیم اینجا حال اونا قبول نکردن تا ما صبح تالی گوشنه علاقیم تشنه و گوشنه ایم ساعت ماشون 25 دقیقه با پای مونده راست میگه گیلک مدر تو هرچی جواب بیدار کرد و بیدار نشده تو چو باشتگه گپ مفت میزنی آخی تو ابرو حیثیت ما کشلت دادی نونا چای به مزدور آوردی تو چری ستا کفتی تا بر اینجا خوردی کدو کفتا اونا آقا تو شو کفتایی که دیشه و پیش من بو کفتا تا شمونده گیپک سعی کتو دو تا نصف کفته بیدک اونا رو همی گفت که من برای اگه من صبح نخورم تیزاب میدی من بالا میره این درسته این تیزاب میدی از این بالا میره من گفتم خیلی باشم این کفتار یک کورد 2 لقمه از بر اینجا خیلی خوردم اونا هم توتا یخچال گذاشته بیدن که مثل چی بگم مثل سنگی بری یخ کرده بیدن که خورده نمیشه کریج میکه بر اینجا کفتاری خورده چرا خلمه میندازینی من چی میفهمیدن که مدر تو اینجا برادر برنج شو مونده داده نگاه داشته به مزدورا اینا بابا قبول نکردم آره ماما نیرولا کجا شو ماما نیرولا من بیامدم پیشم اینجا کار سرکار بود سرزمین که خاک میریزیم کار میکن ما چوم نه خوب شیشته بود نفری هم بکن خواه میتنه نیرو چای ببری مرتکه نفری میکنه مر نفری نکن نانه تو نفری کن حالا برم سرای یک نونا برو دستی وردارن نیرو که تو چرا نوردی زلو همون زرامی آوردی دیگه برو اینا تا چیز خیلی که تا جمعه خوبه بر اینجا خود کاسه بگذار ترمو چای ببرم بیا تو هم برن نگم کجا میری بله بیا دالک دیگه به بدی اصلا دیگه ما کار نمیکنم خودت تو آدم خیلی جوره البته خود زن خود جنگ نه برار کاش که خود زن خود جنگ میکردم اصلا می برار تو نمیفهمیش تو آدمیه تا 2 بجه ما به سر کار گوشنه و توشنه بمردیم از گوشنگی خودی ما کارگرا کار میکنه وردشت کارگر یا ترمز چای خودی لقمه نونی وردشت برای ما بیا آورده بول برار مه پس دیگه برار مه ها دیگه خاکار میاریم به تا زمین بدیدم
بو گفتم که من خاکار بیارم و ته زمین هوار کنم گلکنده اینا رو پر کنم. اگیلاک پرسان کردم گفتم خودی خود چی آوردی؟ گفت اگان یک نونی آوردم، خودی یک ترمز چای، خودی 3-4 تا پیاله. کی؟ با چاشت. نیه نورالله شوخی میکنی؟ اشته به شما 3-4 نفر آدم نون چای میاره. برار جو با من گفت زن بادار ما خواه بوده، هرچی جه کدم جواب نداده، من ترمز چای خودی نونی برداشتم بیاوردم. من نمیفهم که اشته خویه ای. بعدش شب تا صبح چوکیداری میکنه. خب تو نورالله قیقداد هم میکشی خوب هم نیه حال صدا خور به سر خو میندازی بعد دیگه همون گیلک سادی حتما یا صدا نکردی یا نفهمیدی یا سادی بوده نونا گذاشته بوده نتونسته آورده اشته به 3-4 تا کارگر به چاش داخل نون چای ری میکنه. اصلا به خونه هیچی نباشه گوشنگی بوم مرکز و هم دیاتو بدیدی که به کارگر نون چاش ری کنه چای ری کنه که باز حال با تو از ما میگپر میشنوی و میبینی. بابا جان من به تو دروغ میگم، ترمز چای خود سبد نون برداشته بی آورده به پیش ما خرید پرید کرده کانم واسه نون چاش آوردم. دیگه مغزرمه میگم که برار تو جبار روز 1 لک روپیه به ما آدم نده، ما واسه هر کار دیگه نمیرم. خلاص گپ میگم رمضان. ولی گوشنگی کن نمیردی برار جون. خب برو لقمه نون بخور بیا برو پس به سر کار خب برو. ایشته گوشنگی نمردم لالا به نون چای هم میتونه آدم کار کنه، خود تو انصاف کن، تو بم خودی بیا بریم چه کنم، تو تا با شما ایشته بیل اصلا میزنی. تو فکر کو امروز امی جبار زن اینا به خونه خود نبیدن تو بیا بدی به سر می زمین مفته کو کار نمیکنی مفته کار میکنی کاکا. تو هم لالا عجاده برار خو میکنی بعد که حقیقت ببینی. تو هم یک کارگر نی که به خاطر یک لقمه نون به خب خاطر بفهمم بگو به کارگر که به پیش تو میای ظلم نکو، یک لقمه نونی ببر که شکم استیسه نه نون چای. بیلا استوبدیا تو تمام دی بشنید تو به خاطر شکم خود که چیز زد جنجال داری نورالله ای امینه که تو هرچی بزیدی صاحب 10 روپیه نشدی.